بسم الله الرحمن الرحیم. به نزد اون که جانش در تجلاست همه عالم کتاب حق تعالی است. غرض از این سخنرانی در واقع وصیت‌نامه ای از منه، به خاطر وضعیتی که الان در دانشگاه ها که میبینم در این سالهای اخیر و صریحاً اعلان خطر میکنم که اگر وضعیت به این طریق که فعلا میگذرد بگذرد، دانشگاه سقوط خواهد کرد. بورن برنده جایزه نوبل تو فیزیک به خاطر نظریه کوانتوم تو خاطراتش چی مینویسه؟ مینویسه من وقتی که جوان بودم این سوالات برام مطرح بود، از کجا اومدم، چیکار میکنم، اصلا وضعیت از چه قراره، هدف حیات چیه و غیره. اینا رو نمیتونستم جواب بدم. میدیدم هم اختلاف نظر هست بین این فیلسوف و اون فیلسوف. اینا میرفتم سراغ علم، میدیدم به راحتی جوابمو از علم میگیرم. همه یا فیزیک اینشتینی رو قبول دارن یا کیهان شناسی فلان قبول دارن، یه نظره. اینا که همه اون سوالاتو گذاشتم کنار. ولی حالا که به دهه‌های آخر عمرم رسیدم، تمام اون سوالات جلو چشمم رژه میره و نمیتونم از اونا فرار کنم. اگه میخوان اهمیت علوم انسانی برای مهندسی را بفهمید، به این کلام طلایی اینشتین توجه بکنید. میگه اینشتین کافی نیست که به یک انسان یک تخصص آموزش داده شود، زیرا اگرچه اون ممکن است ماشینی مفید باشد، اما شخصیتی انسانی با رشد موضوع نخواهد بود. لازم است که دانشجو شناخت و احساس زنده‌ای از زیبایی‌ها و اموری که از لحاظ ارزشی خوب هستند داشته باشد و الا وی با این دانش تخصصی بیشتر شبیه یک سگ تربیت شده خواهد بود تا انسانی که به طور موزون رشد یافته است. بعضیا تو این دانشگاه بودن، کارشون یه کارهای خیلی اساسی بود و رفتندم تو آموزش پرورش کارهای خیلی اساسی کردن. مقاله نیامد بیرون، اینا ترفیع نگرفتند. مسخره است. اون افراد الان پرینستون قاپیده است. کجا زندگی میکنیم؟ آیا شما واردترین یا دانشگاه پرینستون که جایگاه اینشتین بود؟ آقای مدیر تحصیلات تکمیلی، آقای نقدآبادی، کجا زندگی میکنید؟ دانشجوی برق شریف بعد از لیسانس پا شده رفته استنفورد، بعد رفته میشیگان، برگشته توی برق شریف، استخدامش نکردن. مقالت کو؟ استنفورد ازش مقاله نخواسته بود، میشیگان نخواسته بود. کجا زندگی میکنید؟ آقای دکتر فتوحی، کجا زندگی میکنید؟ به آقای نقدآبادی میگم آقای نقدآبادی، اینشتین تو لیسانسش رد شد، چی داری اونو فقط مأخذ قرار میده؟ میدونید به من چی میگید؟ میگم فلانی دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف بوده، هیچ عیبی هم به معدل لیسانس و فوق لیسانس و دکترا نداشت. میگه این مقالش توی فاندیشنز آف فیزیکس چاپ شد. گفتم شما اصلا میدونی فاندیشنز آف فیزیکس یعنی چه؟ شما میدونی اصلا فاندیشنز آف فیزیکس چه مجله‌ایه؟ در رأس این مجله توفت قرار داره برنده جایزه نوبل در فیزیک. میگه فلان اندکسش پایینه. ببینید چقدر بچه اون است و چقدر باید به حال ما افسوس خورد. بعد از 47 سال توی این دانشگاه باید با افرادی طرف باشیم که رشتهشون فیزیک نیست ولی دارن راجع به فیزیک قضاوت. چرا استادی را که 10 سال تو این دانشگاه درس میده، مقاله داره به اندازه کافی، برای اینکه تعداد اساتید ما به حد نصاب نرسید، برای اینکه اجازه ندین دانشجو دکترا برای سال آینده بگیریم، معطلش میکنید؟ بابا میخوان گروه فلسفه علم براندازید، کلن بگون از سال دیگه دانشجو نمیگیریم. چرا این اذیت ها رو میکنیم؟ به خدا قسم این کشور را اینا نابود میکنن. استاد فیزیک را بازنشسته کردن، استاد پر مقاله، هیچ قانون اجازه داده 1 سال 1 سال اضافه کنن مهلتش رو تو دانشگاه، بدونی که بگن یه مرتبه ابلاغ میکنن شما مثلا 2 ماه دیگه بازنشسته هست.
اینا واقعا انسانیت نیست، اینا خیلی دور از انسانیت. اگر به خاطر واقعا احساس تکلیف نبود و احساس وظیفه نسبت به بعضی از واقعا دانشجویان مؤمن علاقه‌مند نبود، یه دقیقه دیگه تو این دانشگاه نمیموندم. از سال 2005 تا سال 2012 در عرض 7 سال مقالات ما 5 برابر شد، از 8000 شد نزدیک 39000 تا 5 برابر شد. آیا واردات ما 1/5 کم شد؟ آیا صادرات ما 1/5 اضافه شد؟ این اضافه شدن مقالات چه تأثیری داشت؟ ما کجای نیازهای کشور رو داریم الان برطرف میکنیم؟ جناب آقای دکتر فتوحی، تا که آخر چو بنفشه سر غفلت در پیش، حیف باشد که تو در خوابی و نرگس بیدار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. چرا کانادا، فرانسه، استرالیا، انگلستان و ژاپن همانند ایران آمار تولید علم خود را منتشر نمی‌کنند؟ اگر آیین نامه ارتقا تا 10 سال دیگر همین باشد، ما علاوه بر سرآمدی در تولید مقاله بیشترین استاد تمام دنیا را خواهیم. وقتی شاخص ارزیابی اچ ایندکس شد، پژوهشگر با چه انگیزه‌ای روی پروژه ملی کار کند؟